به همین خاطر است که برخی از علما میگویند اگر به دنبال سعادت و خوشبختی هستی در زمان نماز متوجه الله باش. خداوند نماز را در خانه کدام یک از امهات المؤمنین فرض کرد؟ هیچ کدام، بلکه در آسمان آن را فرض نمود. چرا؟ به خاطر ارزشی که نماز نزدش دارد و از میان اعمال این ترک نماز است که موجب کفر است. ابن عباس و دیگران میگویند در دین اسلام هیچ چیزی وجود ندارد که ترکش موجب کفر باشد بجز نماز. کسی که روزه نگیرد گناهکار است و مرتکب گناه کبیره شده است، به شرط این که ترک روزه را حلال نشمارد. و کسی که حج را با وجود داشتن استطاعت به جای نیاورد گناهکار است و مرتکب کبیره است، پس مسلمان است. همچنین کسی که زکات مالش را ندهد و بخل ورزد گناهکار و مرتکب گناه کبیره شده است، اما مسلمان است. روزه نمیگیرد، مرتکب گناه کبیره شده است، گناهکار است اما مسلمان است. البته به شرط این که منکر وجود این ارکان نباشد. اما اگر نماز را عمدن و از روی تنبلی ترک کرد، مطابق قول صحیح تر علمای مسلمان از ملت اسلام خارج و مرتد شده است. کسی که خودش را به خدایش وصل نکند چطور خوشبخت می شود؟ از این رو برادران من، میزان و ترازوی سعادت را می خواهی در امور زندگی متعادل و درست کنی، آن را با به جای آوردن دقیق نمازهای خود درست و متعادل کن. کسی که مطابق هوا و هوس نماز می‌خواند، نماز ظهر را با عصر و مغرب را با عشا می‌خواند، نماز خوانده نخوانده، وضو گرفته نگرفته، زیاد برایش فرق ندارد، این شخص زندگی خود را تباه کرده است. خدا عزایش را قبول کند. این شیوه درستی نیست. این تو را به سعادت نمی‌رساند. از این رو اگر شخصی را دیدی که از روی هوا و هوس و دل بخواهی نماز می‌خواند، بدون اینکه از او سوال کنی، بدان که زندگی او مملو از حیرانی و پریشانی است. الله بسیار بزرگ است. آیا کسی که یک سجده او به اندازه نماز کامل من و امثال من طول می‌کشد، نمازش با نماز من و تو برابر است؟ من به والله چند مدت پیش در مسجد الحرام مردی را دیدم یک سجده او در نیمه شب 40 دقیقه طول کشید. به الله سوگند 40 دقیقه. ما چند رکعت نماز خواندیم و در کنار آن مرد نشستیم. آنقدر سجدهش طولانی شد که ترسیدیم نکند مرده باشد. پس از 40 یا 41 دقیقه گفت الله اکبر. گویا نور خورشید بر فرق او بود و صورتش نورانی بود. به الله سوگند اگر از مناجات با الله لذت نمی برد 40 دقیقه سجده اش طول نمی کشید.